زن دارم، لکن به خاطر اون که دست نارسا دارم تأمینات خانه را پره انجام داده نمیتوانم. اگرچند که خیلی زحمت و مهنت زیاد میکنم، لیکن آن مقدار این زن طلب میکند من انجام داده نمیتوانم. و این عائله صاحب 3 فرزند هستیم. همراه مادر خود طلب دارد که مرا طلاق ده. و داملای عزیز نمیدانم که چیکار کنم. حتی قوت و شرایطی ندارم که برای رسیه کار کردن مبلغی برای من در کار است. بچه با ناموس، بچه با عبادت، بچه خدا ترس. فقط پروردگار همون فقر و ناداری را امروز نصیب او گردانیده است. و این خاطر گویم همون زن نکاحی که صاحب 3 فرزند هستند الکی از این زندگی راضی نیستند. و قناعتی که من در اول گفتم، در این قناعت، از این نعمت قناعت این خواهر عزیز ما محروم است. رخانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبه برای ریزانیدن سنگ های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. فقر و ناداری را امروز نصیب او گردانیده است. و این خاطر گویم همون زن نکاحی که صاحب 3 فرزند هستند الکی از این زندگی راضی نیستند. و قناعتی که من در اول گفتم، در این قناعت، از این نعمت قناعت این خواهر عزیز ما محروم است و میخواهد که از این مرد جدا شود. نامعلوم که آینده وی با کی روبرو می شود، نامعلوم که وی چگونه زندگی در روبرو می شود، نامعلوم که این فرزندهایی که از این زن است اینها در کدام روحیه تربیه می یابند. اندیشه این نمی کنند، بلکه اندیشه که الحال نارسایی که در زندگی وجود دارد در حال برای من طلاق کن. حالا که من 2 روز یا 3 روز شد بین عصر و شام برای این قوم خود در اطراف طلاق صحبت داشتم که حبیب خدا ابغض الحلال الی الله الطلاق میگوید. از همه بدترین حلال ها به سوی پروردگار این طلاق است. دادرای عزیز، پدرای عزیز، در هر یک عائله کمبودی ها و پریشانی ها و نابرابری ها وجود دارد، لیکن باید این ما با طلاق حل نکنیم. اینا راه های حل دیگر دارد. حبیب خدا طلاق بدترین حلال ها میگوید. ببین اینجا کلمه ابغض استفاده می شود. بدترین. برای چی اینا بدترین گفتند؟ زیرا میدانستند حبیب خدا که بعد طلاق کردن حال این زن خیلی بد می شود، حال این مردم خیلی بد می شود. از این خاطر اینا بدترین حلال ها گفتن پیغمبری خدا. شما تصور کنید که وقتی که دختری شما را همراه فرزندها شوهر طلاق میکند میارد در خانه در نزد شما میسپارد،
همون حالت شما کمی اندیشه کنید چگونه حالت است، چگونه منظره خیلی ناخوب برای شما هست. برادرای عزیزی که قرآن خوندن نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دختر ابوبکر صدیق حضرت اسماء کمبغلی او را کتاب‌ها یاد میکند، صبر داشته. لیکن این خواهر عزیز ما هم ببینید، هم از نعمت شوهر محروم، هم از زندگی خوب محروم، هم از راحت جنت محروم. کجا رفته ایستاده؟ این راهی که خود اختیار کردی بسیار راهی نادرست است، بسیار راهی غلط است. و آن محبت و آن ناز و عشوه‌ای که این شوهر با تو دارد، هیچ وقت شوهر دیگر به تو این خیل محبت و این خیل زندگی البته برپا نمیکنه. اگر چیز رنگی زیبا هم داشته باشی. شجاع کرمانی را خدا رحمت و مغفرت کند، دختری داشت میگوید بی نهایت دختری با عبادت بود، دختری بود همیشه پایبند عبادت خدا بود، هیچ وقت به سوی حرامهای پروردگار رهسپار نبود، با هر یک مرد بیگانه سلام و همنشینی نداشت. روز همین شجاع کرمانی را حکایه میکند که برای دختری خود خواست شوهر بیارد. دختر به سین و سالی 18 قدم زده بود. در حال این شجاع کرمانی از پی شوهر شد. اونها شوهر برای خاطر منصب و مال و ملک نمیکافتند، فقط شوهری میکافتند که شوهری باشد که خدا ترس باشد و با این دختری من زندگی حلال و پاکیزه داشته باشد. اونا این گونه جستجو میکردند. امروز بچه‌دارای ما هم دخترای فقط دولتدار میکاوند، بچه‌دارها هم زنهای بای به دولت میکاوند. فقط همه این به خاطر دنیا هست. به ناگاه میگه شجاع کرمانی در یکی از مسجدها در آمد، نگاه کرد یک جوانی را دید مثل این جوانهایی که امروز در عبادتها قائم هستند، خدا را به نهایت خوب عبادت دارد. یک مدت نزد این جوان نشست. بعد این وقتی که جوان عبادت انجام داد، شجاع کرمانی با او سلام کرد و گفت ای دوستی خدا، گفت دختری دارم و برای او شوهری مناسب جستجو دارم و این عبادت تو و این ستاره تو برای من بسیار معقول آمد، میخواهم که دخترم را در نکاح تو درآورم. این گونه طلب کردن قلنگ ها و این گونه گوی مال و ملکی که امروز دختردارها برای شوهر کردن طلب میکنن، این گونه رسم آیین ها اون زمان وجود نداشت. همه این رسم آیین هایی که الحال در ما پیدا شده است که جوانها دیگر زن گرفتن نمیتوانند، دخترها دیگر سین و سالشون هم به 25 و با 30 میروند، دیگر شوهر کردن نمیتوانند، این گونه قاعده و این گونه رسم ها اون زمان وجود نداشت. برادرای عزیز و گرامی، پیش از آنی که دوام قصه را من حکایه کنم، در حق همون دخترهاتان ضامن نشویم. از قلنگ دیده، از مال و ملکی که شما از اون مرد طلب میکنید، از اون دیده شما فقط
به خود همین جوان نظر کنید چگونه جوان است، چگونه مرد است، چگونه شخصیت است. آیا به خدا نزدیک است یا به خدا نزدیک نیست؟ اینها را شما فقط در نظر گیرید. این جوان گفت، استاد عزیز گفت بجز 3 درهم در زندگیم چیزی ندارم. گفت با کی ندارد؟ برای 1 درمش گفت رفته سر و لباس خرد. 1 درمی او را برای مهر این زن جدا کن. 1 درهم دیگر را گفت برای خوراک در خاندان تیار کن. 1 درم دیگر در سر و لباس خودت آزاده کن. این مرد میگوید همچنان کرد و این حضرت دخترش را برآورد در همین جوان داد. وقتی که میگوید دختر را به خانه بردن، بالای کوزه میگوید 1 نان کلان این مرد خریده بود. این مردی، این جوانی عبادت کننده. وقتی دختر پرسید این نان چی نان است؟ گفت این نانی هست که برای فردای تو خریدم. برای فردا گفت، برای طعام پگاه هست گفت. در حال میگوید این دختر گفت من در این خانه گفت زندگی کردن میتوانم. و نزد پدر آمد. گفت پدر گفت من برای تو گفته بودم که 1 جوانی خدا ترس و تکیه کننده به خدا برای من نصیب کن. تو چگونه جوان برای من پیدا کردی؟ او چگونه جوان است؟ گفت اعتمادی به خدا ندارد. گفت او رزق از خدا نمیبیند. گفت حتی وی گفت رزق پگاه را گفت امروز تیار کرده است. پگاه زنده است یا مرده است گفت نمیداند. رزق پگاه را گفت امروز الک تیار آماده کرده است. این حیرت دماندن. این خیلی عجیب یک عقیده بهترین و درست این زن داشت که رزق فردا را امروز برای او مهیا میکردن. میگفت این غلط است، این نادرست است. حالان که من باوری دارم که این برادری که در این مسجد ما نشسته است و این زنی که از او طلاق میخواهد، باور کنه در خاندان این 1 هفته این خوراک وجود دارد. من جواب این مرد همچنان جواب میگردانم که اگر این دختر باز از این مرد طلاق طلب کند، این خیلی نادرست است، این خیلی ناروا است. من گفتم که خوشبختی برای تو نمی آرد. دوم این که تو از همان بوی جنت محروم میمانی. لیکن به نهایت اگر دایره این مرد تنگ کند، میلش برای خاطر این سخن پیغمبر خدا که ابغض الحلال الی الله الطلاق، بدترین حلال به سوی پروردگار این طلاق است، بگذار این زن از همین بدترین حلال چشد. بگذار طلاق از این مرد گیرد و روزهای بازپس خود مشاهده کند که این روزش خوب است یا روزهایی که در نکاح این مرد بود. بعد خودش به خلاصه می آید. الم یجدک یتیما فآوی. تا اینجا تحلیل کردیم. و وجدک ضالا فهدی. پروردگار میگوید ما یافتیم تو را در ضلالت، پس تو را هدایت کردیم. خداوند به حبیب خدا میگوید ضالا خود از ضلالت است. در معناهای عربی خود ضالا معنای ضلالت میدهد. ضلالت لیکن به چندین مفهوم می آید، به چندین معناها تحلیل می شود. یکی گمراه، یکی راه نایافته، یکی ناآگاه، یکی غافل. یکی میگن یک درختی هست در عربستان هم میروید
که در اطراف او هیچ درخت دیگر وجود ندارد ویم ضلالت میگویند. مقصد معنای ضلالت گمراهی را میدهد، لیکن اینجا در راست پیغمبری خدا این گمراهی حساب نمی شود. خدا میگوید و وجدک ضالا فهدی، ما تو را گمراه یافتیم بعدا هدایتت کردیم. مفسرای قرآن میگویند این ضالنی که در این جمله قرآنی استفاده شده است معنای ای را دارد که ای پیغمبری خدا، پیغمبر گمراه نبود، زیرا که وی از خوردی هیچ وقت در شرک نرفته بود، شرکیات قدم نزده بود، وی هیچ وقت بت پرستی نکرده بود. در اون وقتا عرق نوشی که کار عادی بود، حبیب خدا تا دوام پیغمبری عرق نوشی نکرده بود. پس معلوم میشد که حبیب خدا گمراه نبودند، بلکه گمراهی که در اینجا آمده است معنای این دارد که تو ای پیغمبر از پیغمبری بی‌درک بودی، تو نمیدانستی که تو در 40 سالگی پیغمبر میشوی، تو از قرآن درک نداشتی، تو از ایمان از کتاب درک نداشتی. اینجا ما تو را یافتیم گمراه و هدایت کردیم، انا این معنا را افاده میکند. حتی که در آیت های قرآن هم باز این آیت قرآن دیگر آیت های قرآن تقویت میبخشد. و ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و انك لتهدی الى صراط مستقیم. پروردگار در این آیت قرآن هم چی میگوید؟ و ما تدری ما الکتاب ولا الایمان، ای محمد تو نمیدانستی که کتاب چیست، ایمان چیست، لیکن ما با واسطه این قرآن تو را هدایت کردیم. این پروردگار باز در دیگر آیت قرآن هم حبیب خدا را میگوید که تو نمیدانستی که قرآن چیست، نمیدانستی که ایمان چیست، لیکن ما با واسطه قرآن از این کتاب و از این هدایت تو را درکدار کردیم. این از معنای و وجدک ضالا فهدی، تو را گمراه یافتیم، تو را بیخبر از قرآن و از پیغمبری یافتیم، بعداً این نعمتهای قرآن و این نعمت پیغمبری را برای تو نصیب کردیم. ضالا فهدی و وجدک عائلا فاغنی. خداوند در دوام این آیت قرآن چی میگوید؟ ما تو را یافتیم عائلا، ما تو را کمبغل یافتیم، ما تو را کمبغل یافتیم، فاغنی، پس ما تو را بای گردانیدیم. مقصد زمانی که تو یتیم ماندی، زمانی که تو از پدر یتیم ماندی، زمانی که عمه تو در پیش تو وفات کرد، از اینها به تو هیچ مالی از دنیا میراث نماند، تو هیچ چیز نداشتی. مودودی در تفسیرش میگوید که از وفات پدر پیغمبر و از وفات مادر پیغمبر فقط به پیغمبر خدا یک مادگاو میراث ماندگی بود، یک مادگاو میراث مانده بود. خداوند همون میگوید که ما تو را در حالت فقر یافتیم و تو را ما صاحب دولت کردیم. صاحب دولتش چی معنا دارد؟ مفسرای قرآن میگوید که زمانی که حبیب خدا 25 ساله بود، خدیجه یا خدیجه میگویم، خود ما خدیجه میگیم، این خدیجهش نادرست است، اصلش خدیجه میگویند. در حدیث ها خدیجه ذکر میشود. خدیجه اینم که از جمله مادرای ما و شما هست، از اولین زن پیغمبری خدا هست. اون زمان 40 ساله بودند و حبیب خدا، این قصه را کوتاه میکنیم، این خدیجه را در نکاح در آورد و مال او را تجارت میکرد. از فیض و برکات پیغمبری خدا مال خدیجه باز افزایش یافتن گرفت.
و خدیجه را حبیب خدا به نهایت دوست می داشتند، به نهایت، اگرچند زن پیرانسال هم که بود. حتی در روایت بخاری می آید که بار رسول اکرم با جبرائیل یک جا نشسته بودند، به ناگاه جبرائیل به حبیب خدا گفت ای محمد، در کوچه گفت در دست خدیجه یک طعام و در یک ظرف شیر دارد، پیش تو آمده ایستاده است. وقتی که نزد تو در آمد، از نام پروردگار و از نام جبرائیل به او سلام برسان. سلام از نام پروردگار و از نام جبرائیل به خدیجه رضی الله عنها برسان گفت و به او بشارت ده که پروردگار برای او یک قصر طلایی را در جنت آماده کرده است. این سخن جبرائیل بود که روایت بخاری در وجود دارد. وقتی میگوید خدیجه از دنیا گذشتند، حالا که خواهر خدیجه بود، باره میگوید خاندان پیغمبر در آمد بعد وفات اپشان و فریاد زد محمد. وقتی میگوید رسول اکرم آواز حاله را که شنیدن، خواهر همون عائله شد، میگوید در حال در چهره حضرت تغییرات پیدا شد و گفت این انشاءالله حاله است. گفت خواهر خدیجه است. گفت عایشه گفت از کجا شناختی؟ گویا هم در چهره گفت مانند همون خدیجه بود و هم در آواز گفت بسیار مانند به خدیجه است. گفت و عایشه میگوید این قدر حسده که من نسبت خدیجه زیاد داشتم، اگرچه عایشه مادرمان زن اوله پیغمبر دیدگی نبودند، لیکن میگوید بسیار یک حساسیت زیاد من نسبت او، یک بدبینی گویم، اگه ساده کنیم، یک بدبینی زیاد، یک حسد، یک رشک زیاد نسبت خدیجه داشتم، زیرا که خدیجه را حبیب خدا در پیش من بسیار یاد میکرد. حتی باره گفتم که ای حبیب خدا، یک زن پیرانسال بود، از دنیا گذشت، در عوض او خدا برای تو بهترین زن یک جوان دختر داد، که اشاره به سوی خودش کرد. رسول اکرم گفت ای عایشه، گفت خدیجه برای من بسیار محبوب بود، زیرا که از او من صاحب فرزند شدم. همه فرزندهای من از خدیجه بود. برادرای عزیز و گرامی، من بسیار شما را میدانم که شما حتی تولد پیغمبر را نمیدانید. بسیار شما نمیدانید پیغمبر خدا چند زن داشت، به چه خاطر این قدر زن زیاد گرفت، سبب زیاد گرفتن زن پیغمبر چی بود، چند فرزند داشت، بسیاری از شما نمیدانید. برای که شما بعضی، من همه شما را در نظر ندارم، برای امت نوگی زبانیه. اگر شما صدقاً حبیب خدا را دوست دارین، هر آینه تاریخ ایشان ورق میزنید میخوانید. برای همه کار دنیا وقت دارین، لیکن برای تاریخ پیغمبرتان خواندن وقت ندارین. شما حبیب خدا اولین فرزندی که از خدیجه یافتن این قاسم بود. رحیق المختوم، کتابی که سیرت نبی در بین قریب عدد چه از یادم رفت است، چندین هزار کتاب در دنیا جای اول همین رحیق المختوم گرفت. سیرت نبی، قصه های درست پیغمبر خدا. میگوید اولین فرزندی که از خدیجه پیغمبر خدا یافت این قاسم بود، که حتی کنیه چه پیغمبر خدا به نام همین فرزندش گذاشت، ابوالقاسم. همیشه پیغمبر خدا را ابوالقاسم میگفتن، پدر قاسم. کنیه چه از فرزند اولش گرفت. دویم فرزندی که یافت این زینب بود، سومش رقیه بود، چهارمش ام گلثوم بود، پنجمش فاطمه بود، ششمش عبدالله بود که کنیت او طاهر بود، و یک فرزند دیگر از ماریه قبطیه که غلام زنک بود به نام ابراهیم یافتگی هست. 6 فرزند از خدیجه داشت، 1 فرزند از عائله‌اش که ماریه قبطیه بود. بچه های حبیب خدا ابراهیم، عبدالله، قاسم
در زمانی که پیغمبر خدا حیات بودن از دنیا همش گذاشتن. دخترهاش هم این چونین، همش در حال حیات پیغمبر خدا از دنیا گذشت، مگر فاطمه که 6 ماه بعد پیغمبر خدا از دنیا گذشت. دیگر همه فرزندای پیغمبر در حالت حیات بودن پیغمبر از دنیا گذشتند. این از تاریخ رحیق المختوم. لیکن در هگان وقتی من همین رحیق المختوم بسیار نگاه کردم، بسیار خواندم، این قدر فرزندهایی که از پیغمبر خدا دختراش همش به وایه رسید، همش اسلام آوردن، بعد از دنیا گذشتند. لیکن در هیچ کدام همون ما سرتخته را ندیدم، در هیچ کدام همون جمعگی و 7 سر سال ندیدیم که پیغمبر خدا برای فرزنداش همین معرکه ها را برپا کرده باشد. در هیچ کدام همون نگذشت. خلاص گویم خدیجه را حبیب خدا دوست می داشتند و خداوند می گوید وقتی ما تو را فقیر یافتیم، ما تو را نادار یافتیم و تو را دسترس کردیم به مال خدیجه، مالی که از جانب خدیجه بود و تجارتی که با او کردی، ما تو را صاحب ملک گردانیدیم. خداوند میگوید عائلا فاغنى فاما اليتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر. پروردگار میگوید زمانی که ای محمد صلی الله علیه و سلم ما تو را ناآگاهی از قرآن و از پیغمبری یافتیم و تو را هدایت کردیم، زمانی که تو نادار بودی تو را دارا کردیم، زمانی که تو یتیم بودی ما تو را یتیم یافتیم، برای تو جایگاه دادیم، پس چیکار کن؟ فاما الیتیم فلا تقهر، پس باعثا که بالای یتیم ها قهر نکن، یتیم ها را آزار نده، با یتیم ها همیشه چیکار کن؟ همیشه با یتیم ها هم صحبت باش، یتیم ها را نوازش کن. چگونه جمعه های پیشین برای شما تاکید کردم که بعضی از بے انصاف های از امت پیغمبر خدا یافت می شود که مال یتیم میخورند، پروای یتیم ندارند، مال یتیم تله و تاراج میکنند. فرزندهای یتیمی که در خانه ها دارند اونها را گویم که زیر عذاب و مشقت قرار میدهند، حالا که پروردگار تأکید دارد به حبیبش که بالای یتیم ها قهر نکنید، یتیم ها را عذاب و شکنجه ندهید، یتیم ها را نوازش کنید، یتیم ها را از فرزندهاتان دیده بالاتر قدر اونها را دانید، به مال یتیم نزدیک نشوید. چگونه ابوذر غفاری را حبیب خدا دوست می داشتند، گفت به 2 چیز من تو را وصیت میکنم که نزدیک نشو. یکی از اون چی بود؟ این بود که به مال یتیم نزدیکی نکن، هیچ وقت در بالای مال یتیم حکم نکن که مال یتیم بسیار خطری کلان دارد. و در دوام چی گفت پروردگار؟ زمانی که ما تو را یتیم یافتیم، زمانی که ما تو را فقیر یافتیم، دویم این که هیچ طلبنده را از نزد دروازت نران. هر طلبنده که خانه شما می آید شماها حق ندارید که وی دشنام دهید، شماها حق ندارید که اون طعنه کنید، شماها حق ندارید که دروازه را بالای این طلبنده ها پوشانید. و اما السائل فلا تنهر، پروردگار میگوید بالای طلبنده ها شما صدا نزنید، بلند آوازی نکنید. زیرا در یک حدیث خواندم که بسیار طلبنده های هستند که برای امتحان شما می آیند، بسیار طلبنده های هستند که اونها نه انسان نه جینند، اونها بلکه از عالم ملکوت می آیند، اونها بلکه ملائکه ها هستند. پیغمبر خدا می گوید می آیند می سنجند شما را کنی تا چه اندازه شما سخاوت دارید. که یک قصه را در ریاض الصالحین من برای شما گفته بودم، دیگر او را من بیان نمی کنم، که قصه یک شخص کل بود، یکیش پیس بود، یکیش کور بود، که این 3 نفر یکی از ملائکه های پروردگار سنجش گذرانیده بود.